السلام علیکم و رحمت الله. دوستان عزیز، پیش از آنکه به موضوع امروزه وارد شویم میخواهم به یک چند سوال هایی که از موضوع گذشته در زیر نوار در زیر ویدیو کامنتاری ها بود، سوال ها بود، به همونها جواب گوییم. البته به همه آنها جواب گفته نمیتونیم، اما به بعضی آنها جواب میگوییم. خب، یکی از دوستان میپرسن: السلام علیکم برادر، اگر طلا را آنلاین از بانک امروز خرید، فردا نرخ طلا بالا رود فروشی، آیا درست است؟ از خود بانک میخری و به خود بانک میفروشی. خب، در ویدیو گذشته ما البته خریدن طلا را از طریق اینترنت گفتیم درست نیست و مقصد ما طلایی که زر و زیور است و طلایی که فیزیکی طلا است همون را آنلاین خریدنش درست نیست گفتیم موافق حدیث. زیرا که پیامبر صلی الله علیه و سلم یادم بیاد گفتند در یک مجلس باشد دست به دست باشد یا در یک مجلس باید هر دو طرف، این طرف پول را سپرد، طرف دیگر طلا را سپرد. اما طلایی که عکسی است، سهمیه است، یک اونسیه میخرد، مثال امروز میخرد پگاه میفروشد یا یک لحظه پیش میخرد بعد یک ساعت دو ساعت پس مثلا وقتی نرخش بالاتر میشود میفروشد. البته خریدن سهمیه ها درست است، جایز است، زیرا اینکه او وقتی ما میخریم مبلغش را میگذارانیم در صورت حساب ما همچون سند، همچون حجت با رقم ها با حجت ها ثبت نام میشود. آن سهمیه طلایی که ما میخریم ثبت نام میشود. برای همین اهل علم چی گفتن؟ اجازه دادن جایز است. ولی یک چیز رو باید آگاه کنیم که خرید و فروش کردن طلا یا هر پاره هایی که در فورکس است درست نیست. برای چی؟ برای اینکه در فورکس باز یک چند چیزهایی هست که خلاف شریعت است. برای همین این فتوا برای فورکس نیست. دوستان عزیز، فورکس ما ویدیو کرده هستیم، میتوانید از کانال ما در آمده حکم فورکس را تماشا کنید. خب، میگذاریم به سوال دیگر. السلام علیکم و رحمت الله. استاد، مثال روبل را میگذراند ولی من گذشتنش را حالا ندیدم، تا فهمیدم گذشتنش را مثال 30 مینوت یک ساعت گذشت، بعدا USDT را روان کردم، این هم حرام است؟ برادران عزیز، این سوال به کریپتووالوتا تعلق دارد. باز هم تاکید میکنیم و آگاه میکنیم که کریپتووالوتا ما یک برنامه مخصوص درباره حکم کریپتووالوتا خرید و فروش آن کردگی هستیم، آن را تماشا کنید. البته همین حالت خودش سبب می شود که باز یک دلیل دیگر برای درست نبودن خرید و فروش کریپتووالوتا. برای چی؟ برای اینکه اکثریت بیرژه های خرید و فروش کریپتووالوتا هم پلتفرم بیننس یا دیگر پلتفرم ها نیم ساعت وقت میتید، نیم ساعت تقریبا، والله اعلم نیم ساعت وقت میتید. یک طرف روبل یا همون پول رو میگذراند، دیگر طرف تا نیم ساعت باید USDT رو گذراند یا کریپتویی که دیگر کریپتو است باید چیکار کند؟ گذراند. انا همین خودش یک مشکلی، یک حجت دیگر است که خرید و فروش چخیلی که ما گفتیم در حال در یک مجلس نمیشود یا چنانه که برادر گفت نمیفهمد یک ساعت پس میگذراند که شرط اساسی ما گفتیم چی باشد؟ در حال باشد، دست به دست باشد بهتر است، یا اگر با واسطه بیرژه ها یا پلتفرم ها باشد در حال باید چیکار کند؟ به صورت حساب گذراند که این چیز در این پلتفرم ها نیست. و همچنین خرید و فروش کریپتووالوتا را ما در یک مخصوص ویدیو برنامه علاوه کرده هستیم، شما میتونید از کانال در آمده آن رو بینید. و گفتیم که بازم تاکید میکنیم اکثریت علما اجازت نمیتن، ولی بعضی علما اجازت داده هستند. آنهایی که اجازت میتن میگویند که اگر از همین 15 دقیقه یا نیم ساعتی که پلتفرم داده است از همون گذرانی، از همون دیر کنی، حالا چی میشد؟ حرام میشد. برای همین نباید که از همون وقتی که پلتفرم داده است از همون دیر گذرانی. والله تعالی اعلم. خب، اکنون میگذاریم به موضوع امروزه، حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم که باز در خرید و فروش همون حدیث هایی که در خرید و فروش از تجارت است آن را ادامه میدهیم. حدیث امروزه از ابو هریره رضی الله عنه روایت شده است که نهى رسول الله صلی الله علیه و سلم عن بیعتین فی بیعه. حدیث صحیح است. ابو داوود و همچنین امام ترمذی، نسائی، همچنین امام احمد ابن حنبل و امام مالک این حدیث را روایت کردند. پیامبر صلی الله علیه و سلم از انجام دادن دو خرید و فروش در یک معامله، در یک شرطنامه
من کردند. خب معنای این حدیث یا شرح حدیث چه خیلی است؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم از دو خرید و فروش در یک شرطنامه من کردن یعنی چی است؟ علمای احناف، علمای حنفیه گفتند که مثلا میگوید که مرد من خانه ام را میفروشم ولی یک ماه استفاده میبرم. به تو من خانه ام را فروختم به شرطی که یک ماه من آن را چیکار میکنم؟ استفاده میبرم. یا مثلا سواره ام را، ماشینم را میفروشم به تو، من فلان مدت مثلا یک هفته، دو هفته، یک ماه، دو ماه من چیکار میکنم؟ خودم استفاده میبرم. به همین شرط من خانه ام را یا ماشینم را یا چیزم را میفروشم. یعنی در یک شرطنامه ما چیکار میکنیم؟ به منفعت خودمون، به فایده خودمون شرط گذاشته میفروشیم. این را پیامبر صلی الله علیه و سلم چی گفتند؟ دو خرید و فروش میشود در چی؟ در یک شرطنامه که این درست نیست و حرام میشود. خب با بعضی علم ها این حدیث رو با یک طرز دیگر شرح دادند. مثلا شما میگویید که من همین چیزم رو، ماشین است، تلفن است، هر چیزی که باشد، همین رو به تو میفروشم. اگر نقد خرید 100 سومان، اگر نسیه باشد 120 سومان برایت میفروشم و در آخر مجلس معلوم نیست که نقد آیا به نقد فروخت یا نسیه فروخت، معلوم نیست. این هم باشد درست نیست، موافق حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم. و باز بعضی علما از جمله امام شافعی رحمت الله علیه این حدیث رو باز یک شرح دیگر داده. امام شافعی میگن هو ان یقول بعتك هذه الفرس ب1000 على ان تبيعني دارك بكذا. گفتن من این اسبم رو برای تو به فلان مبلغ میفروشم به شرطی که تو خانه ات رو برای من به فلان پول میفروشی. یعنی شرط میگذاره اگر تو فلان چیزات رو فروشی برای من به فلان پول، من بعدا تو رو برای تو چیکار میکنم؟ این چیزام رو به فلان پول میفروشم. این هم موافق همین حدیث، موافق همین شرح امام شافعی درست نیست. یا باز یک مثال دیگر، بعضی نفرها به پول محتاج میشوند و میخواهد که یک چیزش رو فروشد. اصلا نمیخواهد ولی برای پول محتاج است. میگوید که من همین چیزام رو برای تو میفروشم به فلان پول به شرطی که همین چیزام رو بعد از فلان مدت باز برای خودم میفروشه. شرط میگذاره. یا مثلا بعضی ها میخواهد که میترسد که با ریبا کار کنند، پرسنت گیرند، از این چیز میترسند ولی میخواهد که یک حیله با یک راه با یک وسیله چیکار کنند؟ همین مبلغ رو به دست بیارد گرچنده که به فایده به فایز باشدم. مثلا میگوید که من همین چیزم رو نقد میفروشم برای تو مثلا به 100 سومانی و آن را از تو میخرم نسیه 150 سومانی، هر ماه مثلا فلان پول میتیم و بالاخره همین چیز برای خودم بر میگرده. گویا همون چیزی که خرید و فروش شده ایستاده است مقصد همون چیز نیست. مقصد پول را با فایز گرفتن است. ولی یک چیز را همچون مثال میبیارند تا اینکه از ریبا گریزند. الله تعالی ما و شما را از ریبا و از این خرید و فروش ها و شرط های حرامی که پیامبر صلی الله علیه و سلم در خرید و فروش ما را نهی کردند و منع کردند الله تعالی نگهبان باشد. تا نوار آینده الله نگهبانتان باشد.